تا چند هفته دیگر رقم‌ها در این نرخنامه وزارت تندرستی تغییر خواهند یافت و بیماران برای طبابت مبلغ بیشتری پرداخت می‌کنند. باید گفت که تندرستی از کمترین بخش‌های جامعه بود که در چند سال اخیر نرخش تغییر نیافته بود، اما ظاهراً مسئولین این بخش از یک معرکه بالا بردن نرخ‌ها در جامعه خفا ماندنی نیستند. مسئولین وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی میگویند با در نظر داشت گرانشوی بعضی محصولات، نرخ خدمات طبی تا 15% بالا می رود. البته این وابسته از مواد صرف که شما ببینید این حال یک مواد صرف از دیگر دولت‌ها وارد میشن، بنابراین شما ببینید این حال طبی محصولات چه برای رفیع هستند. تاجیکستان خود را دولت اجتماعی معرفی کرده است و بخش تندرستی یکی از دو ساحه حمایت شونده بودجه به حساب می رود. یعنی حتی وقت ضرورت اختصار بودجه به میان آید، مبلغ این بخش ها کاهش نمی یابد. ضمناً همه ساله یک قسم نظررس بودجه تاجیکستان برای بخش تندرستی جدا می شود. ساکنان با تکیه به این میگویند خبر بلند شدن نرخ طبابت آنها را نگران کرده است. بودی مردم فقط باید قیمت نشوه باید. همین این خواهد بالینطور زیادی که هم دایدر هم پیشکی میدروی 10 سوم سپاری پیشکی فلان جا همش هست، همین چیزا هست. برای ضرر به مردم به حد بسیارتر. همین کار مونده در اکی سلامتی آدم هیچ یافته نمیشه. این موضوع یک ضرور خریدن قین است. برخی ها هم میگویند اگر نرخ بالا رود مجبورند دیگر راههای طبابت را جویا شوند. من اگر تمام دیگه نمیبریم بعد کسل شیم وای میکنیم طبیب خلقی میریم دیگه چیکار کنیم.